خیار را در نمک بگذارید و همسایگان شما برای طرز تهیه سطل خواهند کشید. نمیدونم بچه‌ها این چگونه کار میکنه، اما تأثیر اون خارق‌العاده است. یه دستمال کاغذی معمولی برمیداریم. باید حتما ضخیم 4 لایه باشه. سپس یه خیار تازه کوچیک در اون میگذاریم. دستمال کاغذی با خیار رو به وفور با آب اسپری میکنیم. از آب دریغ نکنید. به وفور خیس کنید. حالا باید خیار رو به وفور نمک بپاشید. حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری. این مقدار کافیه. سپس فقط خیار رو در دستمال کاغذی میپیچیم با دقت تا نمک بیرون نریزه. لبه ها رو اینطور میپیچونیم، میفشاریم. دوباره با آب خیس میکنیم، خوب اسپری میکنیم تا دستمال کاغذی کاملا خیس بشه. از آب دریغ نکنید بچه‌ها. حالا به مدت 3 ساعت در یخچال میگذاریم. 3 ساعت گذشت. از یخچال بیرون میاریم. میبینیم چی شده. نگاه کنید. خیار از قبل شور شده. حتی ترد هم شده است. این عالیه. استفاده کنید.